میرزاخوجا احمدов فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و سردار سابق ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در رشت گفته است امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را پیشوای ملت می‌داند. او که حال رهبری خواجگی دهقانی را به عهده دارد به نشریه تاجیکستان گفته من پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را برای آن پیشوای ملت می‌خوانم که سر یتیمان را پیوسته صله می‌کند، به پیران و مظلومان توجه خاصه می‌دهد، آنها را پدرانه دلبرداری نموده کمک مادی را برایشان دریغ نمی‌دارد. آقای احمدov در سالهای جنگ شهروندی یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین در وادی رشت بود که بعد امضای سازشنامه صلح به کرسی سرداری شعبچه منطقوی مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته این منطقه نشست. سال 2008 احمدov وزیر دستانش به قتل الک زاخارچنکو معاون فرمانده آمان ایبدار شدند، اما این مسئله با دخالت رئیس جمهور و خیلی از سلاح افراد احمدov حل شد. سال 2010 در پی عملیات مخصوص نیروهای دولتی علیه گروه‌های علاوالدین دولتov ملقب به علی بیدکی و مولا عبدالله رحیمov نام میرزاخوجا احمدov دیگر باره رسانه‌ای گردید. او به همدستگی و پناه دادن به جنگیان مولا عبدالله ایبدار شد، اما بعدا اعلان شد با مقامات جهت بی‌ضرر گردانیدن آدمان علی بیدکی و مولا عبدالله همکاری دارد. اما این جانبداری میرزاخوجا احمدov از روی گناه خود شستن و تمکن کاری و خوشامدگویی و آنکه از روی صداقت از ما پوشیده است. تاکید فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک به پیشوای ملت خواندن امام علی رحمان در حال است که چند روز قبل حکیم عبدالله رهنما یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی در مطلب نوشت پیشوای ملت بودن رئیس جمهور موضوع سوال و بحث نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی و یک حالت کاملا طبیعی است. پیشنهاد پیشوای ملت عنوان دادن امام علی رحمان ماه اپریل سال روان از سوی ناصر سلیمی رهبر دانشگاه دولتی آموزگاری و خال محمد سمی دکان فاکولته روابط بین‌الخلقی دانشگاه ملی تاجیکستان صدا داده بود.